بچه ها حالا میخوام از نزدیک گرد رنگ کردن رو براتون فیلم بگیرم تا راحت تر بتونید حرکت دست و حرکت مداد منو ببینید. نگاه کنید. خیلی فشار نمیدم، خیلی هم کم رنگ نمی کنم. تقریبا تو هر یه قسمت 3 بار مداد من حرکت میکنه تا فضاهای خالی، ببینید این سفیدیا کامل پر بشه. دست من فقط به صورت بیضی یا دایره‌ای حرکت میکنه و اصلا خط تشکیل نمیدم. وقتی به گوشه هاش رسیدیم دایره ها یا بیضیتون رو ریزتر کنید که از خط نزنیم بیرون. اگرم زدیم با پاکن پاک میکنیم. و یه رنگ دیگه مثلا خیلی نرم مداد رو کاغذ میکشیم و خیلی فشار نمیدیم. اگر خواستیم پررنگ شه 2-3 بار روش میکشیم، نه اینکه از اول بخوایم فشار بدیم. میبینید حرکت دستم و مدادو؟ من مدادو خیلی از پایین گرفتم که شما حرکت انگشتا و دست منو ببینید، وگرنه درست مداد گرفتن از اینجاست. و حالا یه رنگ دیگه اگر بخوام پر رنگ کنم، چندین بار میکشم تا پر رنگ شه. ببینید من اگر با فاصله رنگ کنم اینجوری میشه، یعنی اگر دستمو سریع حرکت بدم میبینید همشون گردیان و بیضی. ولی خب من همین حرکت ها رو به جای اینکه از اینجا تا اینجا بیارم روی نقطه انجام میدم. ببینید پشت سر هم دایره و بیضی و رو قسمت های کم رنگ چند بار میکشم تا پر رنگ بشن. بچه من از مچ دستمو تکون نمیدم، من کلی دستمو تکون میدم. امیدوارم مفید بوده باشه. اگر سوال یا ایرادی داشتید ازم بپرسید، حتما کمکتون میکنم.